چرا اینقدر غمگینانه چرخ زده ایستاده؟ چی درد داری؟ هیچ گپی نیست، خوبم. یگید چی شد؟ چرا حیران شدی؟ یگید جواب ده آخیر. بچه ها ما رو میشنوید؟ یگید تو ما رو میشنوی؟ یگید به تو میگویم در درون چی دیدی؟ یک دوستی نزدیکم را. کی بود از اون دوستی نزدیکت؟ بچه ها چی شد؟ مگر چیزی در نظر من مدار شد؟ نمیدونم سردارم. یگید ما رو میشنوی؟ خداوند جواب نمیدهد. مومی و چنگیز آدمی پیش در رو گیرید، لباسهایش علی بپوشد و بعد در نسیدن نوبدار ایستد. اطاعت سردارم. مردی در درون بوده رو میشناسی؟ بله، سابق پالیس. همسبق هم بود. او را مرده فکر میکردیم، اما زنده بوده است، ولی در میان خائنان. خداوند دیوانه میشوم. خب اما در میان این آدمان چیکار دارد؟ کاش که میدانستم. برای زنده بودنش شادم، ولی برای همراه خائنان بودنش غم میخورم. نمیدانم چیکار کنم. اسلحه تا حال ناومده است؟ کمی دیر میکنند. چه خیل کار میکنید شما؟ چرا دیر میکنند؟ بیهوده نامد رو برات نگذاشتند. کمی آرام شوی خوب است. گوش کن، تو چگونه شدنم رو حق نداری که بگویی. از آنی که میگوید که آرام شب کارت رو انجام ده. چه دیر میایم؟ 1 ساعت شد اینجا انتظاریم. مثل کودک‌ها همه اینجا جمع شدند و بازی دارند. زود به اینجا بیاید. من که خواستم پس یکان کاری ناممکن نمیشود. فهمیدی؟ 1 ساعت شد آواز میبرورم. چرا جواب نمیدی؟ تلفن نقصانی دارد؟ نقصان در تلفن نیست سردارم، در داخل است. در داخل چی است؟ بهترش خودتون ببینید. احمق سخن رو دراز نکن. من که میایم گفتم میایی. یگید این چه میشود؟ من نفهمده ایستادم. این دو زنده است؟ زنده بودنش البته خوب است، شب رو دراز نکن. با تو گفتم. لیکن با این آدم ها همکاری داشتنش، با خائن ها بودنش مرا حیرت زده کرد. ای احمق، نمیدانم که چی بگویم. من هم همین خیلی. چیکار میکنیم سردارم؟ چیکار میکنیم؟ نمیدانم، این حال چیزی نمیدانم. اینجا که آمدی جواب خواهی داد. مرا شنیدی؟ لعنتی. تا سحر در اینجا میشوند. چرا اینقدر دیر؟ وقتی که اومد خودت میپرسی. پس چیکار میکنی؟ چی خیر چیکار میکنیم؟ مجبور میستیم. تا صبح شدن 1 ساعت وقت است. فهمو، انتظار میشویم. ممکن تاولاجی هم تا سحر شود. در نقشه تغییرات ها شدنش ممکن. تاولاجی هم بر اومده به اینجا تشریف میارد. عجیب بود. سردارم شنیدید درباره تاولاجی نام نفر صحبت دارند. پگاه به اینجا می آمده است. درباره اصلی هم سخن کردند. چیکار میکنیم؟ ما هم دمیدن صبح را انتظار میشویم. تاولاجی را هم میبینیم. اگر در اون بوده ها بیرون بر اومدنی شوند مداخله میکنیم. فهمم.
خوب چرا انتظار شویم؟ اونها در درونند. به فکرم در رویم بهتر می شود. سردارم حقند. به این هم آنها در دامند. بهترش انتظار می شویم. نباشد برمیگردیم و انتظار می شویم. خیلی تو چیکار میکنی؟ خیلی نگو عاطف، نگو. من فرزند پدرت هستم. در بازی نیستیم، در روی وظیفه، در عملیاتیم. مرا سردار میگویی. تو باز سر کردی. در همه جا تو را راهبر نویسن چی میشود؟ بس تو بهترش نقشه را بگو. حاضر یک برنامه تلویزیونی ثبت میکنیم. من روزنامه نگار، تو باشی نواربردار. چون که تو عاطف با این افتاد اشتیای همه را میگریزانی و کودک ها رو میترسانی. تو چی ها میگویی برادر؟ خاموش. در نوار چگونه ایستادن را تو نمیدانی. تنها به مثل من باید زیبا، با عقل، شوخ و دقت جلب کننده باشی. عاطف تو مثل آدمانی کیهانی هستی. برای همین تو نواربردار و من روزنامه نگار. ای برادر تو چی ها میگویی؟ یک نکه کوین را دار. از همین جا دیده میبراییم. سلام علیکم. در اون نمیدراییم. ببین همه را جا به جا کردم. تو آرام باش، آرام باش. یعنی از همین جا هم میشود؟ اله جانم از همین جا هم میشود. شد اکنون خود کار کن، گپ نزن. بین اومدم. در اینجا بودنمان را از کجا خبردار شدند؟ تعریف کنی نشود، تشکیل کننده منم. تشکر دوستان. تشکر دوستان. تشکر بار دیگر تشکر. جناب یگان چیز گفتم میتوانید. اوید برابریتون به حیث رئیس حزب قواهای ملی چی میگوید؟ دوستان قبلا آید این موضوع شرح هم داده بودم. من تا امروز باره فکری وظیفه را نکردم، لیکن بهر وطن و ملتم برای همه گونه وظیفه آمادم. ما در ماتم سردارمان سرمت هستیم. دردش حالا از سینه من تازه نشده است. چی خیلی که خیر کردم، من به هر نفری که زیر تأخیر قرار دارد با او خدمت میکنم. من عاشق وظیفه نیستم، یک نفری دعواگر هستم. هرگز مثل لاشخوران منتظری فرصت نمیشوم. همش در طول 2-3 روز حل می شود دوستان. همین قدر کفایه است. تا دیدن. تشکر. سلامت باشید. تا دیدن. کوبیلای سربازی، 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 کوبیلای سربازی. کسی هم نمی آید و نمی رود. کمی دیگر انتظار می شویم. حس می کنم که مجبوری به عملیات می گذاریم. به فکرم انتظاری بس است. خواهش خیلی خواهی میم دور هم می گیریم. التماس با او کار مکن. اگر ناعلاج بمانم؟ کار بکن که ناعلاج نمانی. او دوستی ماست، نمی دانیم که
و سرش چی آمده است ندانسته و نفهمیده در یکم فرصت میپرانیم اگر راست میگوید سردارم. خیز بچه ها خیزید زود باشد حالا هم نامدند کسی نامد. بیرون را بسنج و مشام من بوی بد می آید. بوی حاجت خانه. اکا اینجا آدم نیست. چی خیلی نیست؟ یاده شدیم. همه جویش را گیرد نگذارید که درون درآیند. همه شون را کشید نگذارید که درآیند. واسطاس راه کرد. احتیاط کنید یشیم حالا چی طور است؟ طاقت کن ایشیم تو از اینجا میبرم. خیلی دیر شده است. ایشیم نامردها سردارم تیرپرانه تمام شد و درون درویم. مایلش بچه ها درون میدرویم فقط احتیاط باشید. حسن تو نزد یشیم بمان. شما اینجا بمانید امنیت اطراف را تامین کنید. بگید سردارم از این طرف گرفتن. این طرف گذر. بیا روید آنها بسیاری هستند. باز گفتن که تو جسور هستی. حالا وقتی کنایه گفتن نیست. وضعیت چنین است. بیا رفتیم زود باش. خوب است خوبم. کمی پیشتر میندو به طرف ما تیر خوری کرد. افسوس که ها معقب کمک روان کنید. کدام طرف رفتن؟ به طرف چپ رفتن. زود باش سردارم. رفتیم سردارم. راگرد در اینجا جدا میشیم.
بگید چیکار میکنی؟ نمیدانم سردارم، راستی نمیدانم. لابای جورجان هیچ عقلم نمیگیرد. آخر دیوانه میشوم. با این آدم چی شده سردارم؟ با او چی کار کرده باشد؟ این را بغیر از ممدو کسی نمیداند. دوستی نزدیکترینم، کسی که مثل دادرم است. اکنون میخواهد ما را بکشد. آخر این چگونه کار است؟ زود باشید، ناپدید نشده اینها را یابیم. سلاحت را پرتو. ممدو چیکار میکنی؟ مگر مرا نشناختی؟ شناختم. برای همین سلاحت را میگیرم. ممدو با تو چی شد؟ تو را مرده میدانستم. حالا هم مردم. مرده ای که زندگی میکند. دوستم! پرتو سلاحت را. نجیب سردار را رها کن. سر ندی هم چیکار میکنی؟ دوستم نمیدانم با تو چی شده است. با تو چیکار کردن نمیدانم. لیکن مرا مجبور نکن که کاری نمیخواستم را بکنم. سلاحت را پرتا. بیا آدم برای صحبت کنیم. یگان موضوع صحبت نیست. حرکتی ناجا که کردی نجیب سردار میمیرد. اگر خواهم تو را با یک تیر میکشم. خواهی بسنج. سردارم اجازه دهید. این را بگیر. مان این را. مان با گوشهایت مان. حیرت زده بری نگاه نکن. آن را در گوشهایت مان. همین خیل. انا اینطور. اکنون پخش زنده سر می شود. بله باید بودی خطر باشه. تماشابینان محترم، به برنامه ما خوش آمدید. امروز در برنامه ما مهمانان قدردان اشتراک دارند. یکی از عالمان مشهوری که همه همان میشناسیم آقای کایمینگ بباشد و مهمان دیگر نفری که سالهای دراز بر ضد ترور قهرمانانه خدمت کرده است آقای قبیله شاهین است. جنابان خوش آمدید. خوش باشید. تشکر. اول درباره سوءقصد سرمت قهوه‌چی حرف میزنیم. اول ثبت را تماشا میکنیم، بعد از آن یک جا میشویم. ممدو با خود بیا. این منم نجیب سردار.
چندی سال با هم کار میکردیم و اگه تو من چگونه روان ببینی شیر باشه همه پی هنر دا کودک رو باید دار دستان رانا رو باید دار مگر ما برایت ارزشی نداریم. خاموش. موضوع رو دراز نکن. تو چی کار کردنی هستی؟ با اون تروریستان چی علاقه داری؟ کاری رو که باید بکنم همان رو میکنم. کسی در پیشم 5 درهم قدر ندارد. فهمیدید؟ من آدمی مردم. شما هم در پیش چشم من از مرده فرقی ندارید. بله تماشابینان عزیز، نوار را همراه تماشا کردیم. نفری والای سیاستمدارمان قربانی سوی قصد شد. آقای میلیک، اول از شما آغاز میکنیم. درباره این حادثه بیتاله چی میگویید؟ جناب راستی گفت چی گویم نمیدونم. یک سخن است. آمدن پنجشنبه از چهارشنبه معلوم است. ما همین احوال را پس سر داریم. در کشور غوغای بزرگ است. اما دولت کار نمیکنن. اعتراضگران رو محکوم میکنن. هر روز آدم ها میمیرن. نمیدونم به کجا رویم. حکومتی که میخواهد سر قانون را از بین بردارد عاقبتش چی میشده باشد؟ خودتان اندیشه کنید. برای مثال اسمت اینو را میاریم. بله چون برباد دادن حکومت از طرف خلق و قواهای زنده معمولی است. اسمت اینونو با نیت خیر عدنان مندرس را آگاه کرد، اما عدنان مندرس به این آگاهی اهمیت نداد. مندرس خواست که سرقانون را از بین ببرد. در آخری کار کشور را به باغ حیوانات تبدیل داد. در آخر گفته های اینونو برآمد. همین خیل خلقش را در یک جا به قوه های زنده محله به محله کوچه به کوچه گروه تأسیس داده 27 می سال 1960 به تبدلات دست زد. به فکر شما چی باید کرد؟ من همه را به مثلی سال 60 کوچه به کوچه محله به محله به احیا دعوت میکنم. در مقابل حکومتداران تسلیم نمیشویم. حالا احتیاج به روح سیاسی داریم که خلق را برای دیگر به حرکت درآورد. این روح آقای قبیله شاهین است. وای کی آغاز میکنی موتیف؟ کمی دیگر صبر کن. وقتی سخنرانی پیکس آید آن وقت ما برای ترکانیم. البته. ممدو معلوم است که اینها با تو شکاری کردند. ببین من سلاحم را میگذارم. من برادری تویم. من تو را پرانده نمیتوانم. نجیب سردار را سرده. سلاحت را با من دراز کن. اگر خواهی در پیشانیم پران، لیکن اول گپ زنیم. از برای خدا گپ زنیم. یک قدم دیگر بیمانی رحم نمی کنم. یگیت ایست در آنجا. یگیت ایست. وقتش آمد. ممدو مرا گوش کن. یگان چیزی گوش کردن نیست. هر دویتون جاغتان را محکم نگاه دارید. شو دوستم آرام باش. من ایستادم. کلمه بیمانی دوستم رو دیگر به زبان نگیر. گوش کن دادری زیبایم. خدا مددگار این کشور باشد. نمیخواهم که فلاکت بشود، اما همه میداند که گروه های تروریستی در این شهر چی کارهای انجام میدهند. فردا یا پس فردا بمب ها ترکت چی؟ هر روز 10,000 هزارها نفر بمیرد. در این حالت ما در کنار ایستاده نمیتوانیم. بله اینها تنها از کوچه های بیروت، غزه، قاهره و شام دستگیری مییابند. مگر در انقره، استانبول و ازمیر نفرانی دستگیری میکردگی نیستند؟ متخصصان ضد ترور را آگاه میکنم
گروه های مخفی شرط نشان دادن هسته‌شان را آغاز کردند، لیکن حکومت در خواب است. باوری کس نمی آید. فردا راهزنها راهزنی کنند و زن و دخترهایمان را اسیر گیرند، آن وقت بیدار می شوند. در این کشور آید به امنیت حرف زدن ممکن است. گروهبندی شهر تمام شده است و اگر هجوم‌های تروریستی با سرعت دوام گیرد آنگاه چیکار میکنند؟ جناب، کسی میداند که حکومت در کجاست؟ ها؟ میداند کسی؟ جناب، اینها روند و در لبنان، سوریه، فلسطین و در مصر سروزیر شوند. اینها طرفداری خلق را حق نمی‌یابند. من حق نیستم. تو حقی. اگر به شهرهای این کشور وهم ترور وارد شده باشد، معنای آن را دارد که حکومت قانونیتش را گم کرده است. حالا گپ زدن مرا درست کرد. تکرار کردن میخواد. بله چی میگویم؟ موضوع جالب ترین پیکت رو انتخاب میکنم. با خدا در هیجانم. مردم پیکت رو ناپخته میخورن. خاموش شد، آرام باش. آید به امنیت حرف زدن نمیشود. سردارم! 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 حالتان خوب است. سردارم، مرا میشنوید؟ حالا نوبت به ثبتی که درباره قبیله شاهین آماده شده است پیشکش میکنیم. شیخیری که قبلا گفته گذاشتیم سالهای زیاد بر ضد ترور خدمت کرده است. فکر میکنیم که این نوار برای تماشابینان فرصتی از نزدیک شناس شدن را میدهد. اکنون تماشابینان عزیز این ثبت را یک جای تماشا میکنیم و بعد از آن صحبتمان را دوام میدهیم. زودتر اوتیف، وقتش اومد. زود بور. بله خیلی، همه آماده. حاضر پخش میکنیم. 3 2 1 پخشی مستقیم. کشتن سرمیر پس از کشتن اوزل عملیات باورا بود که در سطح والا بوده را از بین بمانعگی برداشتیم. بچه ها همه وقت میگویم که انتخابات سال آینده مسئله نمایشگاه‌مان است. یا دوام یا اینکه تمام. نفری که مانعی نقشه هایمون میگردد یا بنابرای قانونیمون ریشه‌اش را قطع میکنیم یا طریق مرگ از دنیا گسیلش میکنیم. ندیمی چی گپ است؟ اما دام آماده کرده ایستاده ای. نمیدانم سردارم. راستی قبول کردن حزب قوه‌های ملی برای من کمی دشوار میگردد. چی گپ شد؟ چرا چون فکر میکنید؟ معلوم است که از بالا این آواز از کجا میآید؟ آخر یگان کاری کنید از برای خدا. چی گپ است؟ سردارم شما خواتیر این آواز را کی پخش کرد؟ با یک سر پاک میکنیم. این آدم چی میگه؟ میگه که بدون نجات بخش گفته شما را خوشش میگیرم. قبیله شاهین سرنیت رو کشته است. شما را همچون نجات بخش یگانه نامزد پیشنهاد میکنیم. سردارم، مرا میشنوید؟ چشمانتان را گشایید چشمانتان را، التماس. سردارم، حالتان چطور است؟ سردارم، مرا ترساندید. خیزید. بیایید خیزید. سردارم، لحظه فکر کردم که شما رفتید. اگه تیر میدن اومد اینقدر درد نمیکرد. سلامتیتان خوب است؟ سلامتی هم خوب نیست. میم دو را در این حالت دیدن پس چه خوب میشود؟ راست میگوید سردارم. من هم حیرانم. به این آدم چی شده باشد؟ نمیدانم. یا با ما بازی دارد یا با آنها بازی دارد. اگر این بازی نباشد چی؟ آن وقت کلان محو میگردم. بیایید خیزید، این را حتما میفهمیم. ندیم چی شده ایستاده است؟ زود رفته میفهم. فیتنه است اینجا. ندیم یکون کاری کن. بچه ها خواهش میکنم ثبت را از پخش گیرید. سرد شده ایستاده است. چی یکی نباشد؟ در حال حل کنید. آخر تمامی خلق ما را تماشا دارد. این چه شرمندگی است؟ کسی این کار را کرده ایستاده است یا بید؟ شما مرا عصبی کردید.
چه شد بچه ها؟ و تاز رو دستگیر کرده توانستید؟ سردارم افسوس که حادثه غیر انتظار رخ داد. چی گپ شد؟ رفیق داشتیم که یک جای کار میکردیم. ممدو او رو دیدیم. ممدو را؟ اون مگر نمرده بود؟ بله نمرده است، ولی متاسفانه با وطاز دست جانی شده است. یا الله یا الله، یشیم در کجاست؟ او رو نمیبینم. یگید خدا رحمتش کند. همراهشیم 5 شهید دیگر داریم. بگویید تا به آیلهشون خبر دهند، چیزی که لازم باشد انجام دهند. اطاعت سردارم. ممدو با آنها چی کار داشته باشد شما نمیدانید؟ افسوس که یگان خبری نداریم. در حقیقت آدم آتش بوده ایم. روی راست نجیب را پروندیم. چرا اینجا اومدیم؟ کمی دیرتر ما را از اینجا میگیرند. تا این دم ما تو را مرده میدانستیم. تو چگونه از آن صدمه راه یافتی؟ خدایا این دیوانه چیکار میکند؟ ممدو نیت این آدم خوب نیست. دیوانه رو سیگنال دادیم برای همین چنین رفتار میکند. این دیوانه رو گذاریدیم. ممدو دقت کن. چیزی به یاد ندارم، اما نفری که مرا خلاص کرده است دستگیرش کنم بوغی میکنمش. تو با من بازی نمیکنی؟ حالت نجیب سردار را دیدی؟ با گفتی تو بازی دارم. سپر داشته است. تو میدونستی؟ نه. دروغ میگویی. به فکرم میدونستی. میدونستی که نمیمورد، برای همین پروندی. تو چی ها گفتنی هستی؟ روی راست گبزن. ایستامندو مرا نفهمیدی؟ چرا درست فهمیدم؟ مرا دروغگو میگویی؟ اگر مرد باشی روی راست بگو. او را هم میکشم و به سر تو هم میپرانم و به بحر میپرتایم. از من چیزی نپرس. چیزی به یاد ندارم گفتم. به یاد ندارم. نمیدانم گویم پس نمیدانم. تو مرا فهمیدی؟ فهمیدم. آرام شو. همه خوب است؟ خوب است. خوب. پس مرحمت کنید، جناب شما را انتظار است. کار کردم ممدو رو باید که یابیم. یافتن کفایه نیست سردارم. باید فهمیم که چه حادثه ها را از سر گذرانیده است. آدمی دیدم اون ممدو بود، اما نمیدونم رفتار و نگاهش عجایب بود. با یگان عملیات دچار نشده باشد. شاید سردارم، همه چیز شدنش ممکن است. در این قدر وقت چی ها از سرش گذشته باشد. همه چیز شدنش ممکن است.
انتخابات نزدیک شده ایستاده است و ممدوعه که سپاهش ویران شده است استفاده میبرند. هم کارمند امنیتی و هم به نوار خیلی سرحرکت مینماید. شاید نفر او را از بالا استفاده کرده ایستاده است. من خیلی فکر دارم. سابق خادم امنیت، پلیس، همچنین دلیر و ناترس. سردارم، چنین آدم را کی نمیخواهد؟ آدم ها کار را میدانند، در حقیقت میدانند. تماشاگران محترم، معلوم که نفری خواست با ما شوخی کند. شرمنده رو بگو. راستی برای شوخی بمانی از شما عذر میپرسم. بیایید دوستان، جوابش رو از اینها گیرید. این اخبار رو ببین. در روز رفتن با ما دروغ نگه. کلان یک نفهمی. آن چیزی که شنیدید ساخته میباشد، ساخته کاری. تماشابینان عزیز، اولا از آقای قبیله شاهین پس من از شما عذر میپرسم. نامردی دروغی زبان. بیایید دوستان، از اینها جوابش رو بگیریم. بیایید به درون میدرویم. خونی راهبری سرمت در زمین نمیماند. راه گردید، راه گردید. ندیم همه چی را برباد دادی. کلت رو میگیرم. حیف بودو ندیم به پیشت آمدیم یک کاری کن. در حال از اینجا میبرایم. ندیم تو کار کرده این مسئله را حل کن. خوب شده است. مایلر جناب. زود باش، زود باش. راه گردید. گریختیم. شده باش. شد. دیگر شب بکارم فرمید. تماشابینان محترم، اعتراض مردم نسبت قبیله شاهین زیاد شده ایستاده است. وقتی که ثبت آوازش پخش می‌گردد، جوانان ملت‌گرای طرفدارش با قهر و غضب وارد تالار شدند. شرمندگی کی این رو کرده میتواند؟ کی میکند؟ تنها کاری یگیت است. همه این نقشه ها را برباد داد. دوستان، خودین سردارای سرمه همین نامرد است. همه دونم زنه بیان. پلیس! گوری! زنه بیان. ایسته بچه ها، ایسته. گوری دید! پلیس! پلیس! گوری دید! پلیس! گوری دید میکشم! لب نزن احمق! همه چیز را شنیدیم. اگر این تومتگرا را دستگیر کنم میکشمش. یک طرف ایسته. آتش پلیس ها هم اومدن. وضعیت خیلی تیز و تند شد. آقای پیکس از آنجا برایت زنده خوب است. نگوریزد، خپه دو رو. زودتر باش. خوب عاطف جانم، وقتی گریختن هم اومد، آهسته باید دور شویم از اینجا. تو به راست میگویی آقای خیری، یکم بار با تو هم فکر هستم. مرحبا سردارم، شما از پیش. البته اول من میبرویم. زود باشید، گاز را زیر کنید. گاز را. یگان نفر فکری خلاصی یافتن از این افلاسی را دارد. کامینیک به تلویزیون میبراید، پلیس را عیبدار میکند، از گذشته مثال میارد، همه خیر سفید میگردیم. پلیس برای رهایی یافتن از این افلاسی 1 سال کوشش میکند. فکری خیلی خوب. برای آینده چی فکر میکنید؟ از این پس طرفداری پیکس رو خواستن خودکشی است و فکرم حیات سیاسیش تمام شده است. آرزو تو چی میگویی؟ به فکر من آرزوی سروزیر شدن پیکس را کردن غیر امکان است. پس وظیفه را تو به عهده گیر. وضعیت حزب چگونه است؟ مردم چی فکر میکنند در حال بفهم. شاید موافق سخنی برات از این کار دست کشیم. به جای پیکس نفر دیگر را باید یابیم. فهمو سردارم، با اجازت شما. در عرفه انتخابات
به حادثه‌ای که صدای بلند دارد احتیاج داریم. هر دویتان بعد از این نفرانی باوری ناک منید. دقیق‌تر از ما چی می‌خواهید؟ کارهای گروه بندی تراری را در شهر تمام کردیم. شما با آنها کمک‌های استراتژی و تشکیلاتی می‌دهید. چی کار میکنند؟ سالهای طولانی با گروه ها فعالیت میکنیم و حالا در قلعه اسیان میبرداریم و حتی شهرها را اشغال میکنیم. انا بعضی از آن نقطه ها گوش کنید. از آسانترینش آغاز کنید. انتخاب حق شماست. اکا طرفدارانت زیاد. مردم ما را 1 کیلومتر پیش کردند. اینها آدمانی به صاحبند. با کجا میرویم؟ راست رو. دیرتر برایت میگویم. گیر این را راحت میبخشد. تشکر نمیخواهم. اکا آب نمیخواهم گفتم که با پیش نگاه کن. زود. انا همینجا. زندان را میگویی؟ بله. برای چی زندان؟ از راه اساسی دور است. زود مداخله کرده نمیتوانند. حتی پوشیده. در اطرافش بینای کلان نیست. در نظر جنگل است. لازم آید گریختن آسان است. حتی از زندانیان کمک میگیریم. آنها هم پول را دوست میدارند. خیلی خوب. گفته بودم که انتخاب از شماست. دخترم احوالت چخیل؟ خوبتر شدی؟ تشکر به شما هم درد رو نبینید. خیلی نازک سنجید عزیز خانم. درد خودتان را فراموش کردید و از سلامتی نبیرم میپرسید. آقا جانی سینان، وضعیت خیلی عمیق‌تر است. نمیگذارند که آدم با درد خودش آواره باشد. اگر کار از دستمون آید از شما دریغ نمیداریم. ناشده میشود آقا. میبینید که حجت های کشور را از دست قوه های عقیبر به خاطر دوباره صاحب نشدنشان میگیری. بر مقابل آنها تا آن جایی را که قوه همان میرسد در همه جا جنگ را آغاز میکنیم. شما چی کار کردنی ما را بگویید بس است. چی من، چی نربانو و چی سینون کاری از دست ما آمده رو میکنیم. البته عزیز خانم، شما امر کنید ما بجا میاریم. آتش تبادلات را دائما در لاگرهای دانشگاه ها افروخته ایم. در هر قدممان نتیجه گرفته ایم. امروز ها همان نقشه ها را عملی کردنیم. حتما نقشه عملی کننده دارید. مشاور امنیتی سروزیر در فکلته حقوق کنفرانس می دهد. برای همین فرصت را غنیمت باید داشت. بله. اول واسطه اخبار عامه را جمع کرد. آدم که آمد و سخنرانی را سر کرد، ما هم صحنه‌مان را نشان میدهیم. یعنی با تشبس جوانان وطن دوستدار صحنه نشان میدهند. خواطر نشوید، من رفیق هایم را تشکیل میکنم. مشاورها را نمیگذارن که سخن گویند. انا همین است جوابی که من انتظارش بودم. عزیز خانم، ما همه فردهای عائله در اطاعت امر شماییم. خود میبینید که با دوستان نبیرم چگونه آش پلاو تیار میکنیم. تمام مردم پختن آش پلاو را از ما یاد میگیرند. آش مخصوص با طرز نوی پختن، آش یک به یک. عجایبات سردارم. لیکن از شما خواهشی دارم. در این کار گروه چپ را استفاده میبریم. یک محیط چپ آماده میکنیم. معلوم نکنیم که در عقب کار ما میباشیم. اگر حکومت کنونی حمایه کند، آنگاه سخنان مرگ جوانان حق رفتار دموکراتی ندارد، چون بالای سوخت نمکاب میکنیم، حتی شادی میکنیم. این ملخک ها بازار فکری چی باشند؟ شما چی کار کردن همون رو بگوید؟ باقی کارا خودمون میبینیم. همین خیلی نمرود. البته این عقیب مانده ها نه دانشگاه ها رو و نه عقل جوان ها رو نمیتوانند زیر تاثیر خود بگیرن. میدونید چی؟ من هیچ نفهمیدم که همین دخترهای زیبا چرا خودشان را اینقدر پنهان میکنن؟ چی منطقی دارد؟ زیبایی را باید نشان داد، نه اینکه پنهان.
حتی چون این زنها را دیده دردم باز زیاد میگردد. آقای سینون مگر من حق نیستم؟ من هم یک چیز بگویم. باز بیهودگویی نکنی. بیهودگویی نمیکنم، سخنی از قدم بالا میگویم. اوه کنی بینم چی میگویی؟ میگویم که با کاری مردم چیکار دارید شما؟ اون نفر چنین گفته باشد، خواسته باشد، دردش به شما چی دخل دارد؟ جانکم این خاصی هم اصلی است. آنها تحت فشارها چنین عمل میکنند. ما که آزادی آنها را میخواهیم و برای این هم عمل میکنیم. حتی ما میخواهیم که آنها بسیار خوانند و مهنت کرده صاحب وظیفه گردند. دادام میگفت که پیشروی از علم‌آموزی و مهنت کردن زیاد وابستگی دارد. خاک زمین چقدر که خوب باشد تا نکاری حاصل نمیدهد. سر آدم نیز به زمین مانند است تا نکاری فکر نمیدهد. تو کاردار نشو الپرین، تو حالا هیچ چیز رو نمیفهمی. امشب هم به خانه سینان آمدیم. باز خدایا مرا از شر شیطان نگاه بدار. کی می شود؟ پیروی پدر. شنید من میبینم. باز چی میخواهی ها؟ آقای سینان البته خواهش دیدن روی خنوکت نیستم. با دیدار دخترم آمدم. حالا هم نفهمیدی ها؟ او تو را دیدن نمیخواهد. خیر شبت خوش. رو گوش کن مرا. چندین دروغ گفته دخترم را بر مقابل من گذاشتی. مثل مال دزد دخترم را از بیمارخانه دزدیدی. بس بودگیست. نمیخوام که صدا براید. با دخترم گپ میزنم. گپ را دراز نکن و یک طرفیست. این را بگیر. حق خدمتت. آخرین پول کلان است. گیر شرم نکن. حق تو زیادتر است. نه من کارم رو کردم. از حقم زیادتی رو نمیگیرم. به اینجا آوردن مرا فراموش کن. تو را خواهش نمی کنم. با تو گفتم گیر این را. چه سیمایش را ویران کردند. خدایا مرا راهی نشانده. این خائنان ملت را تعقیب کنم یا اینکه توکل کنم؟ لبا یوسا چی میخواستی؟ چی ایستادی؟ چی خیل چی ایستادم؟ دیگر کار نداری. الله به کاران رو دوست نمیدارد. کارت رو کن. شخص رو نیست. خدای بزرگم پیام را گرفتم. شاید نباشد. تو نمیفهمی مگر؟ تو به این خانه نمیداری؟ میگذارم این تر باشد. نباشد دخترم رو به اینجا جغ زنید. جغ نمیزنم. تو جغ نزنی من میدرایم. شما هم کشاله کردید. آستا چی کار میکنی؟ موترویست گفته. شما که دادا جون. بچه جانم. اینجا ملک شخصی است. به خواستی خودت در آمده نمیتوانی. بچه جانم.
در کجا بودید؟ خوب کردید اومدید. دادا شما رو بسیار یاد کردم. من هم شما رو یاد کردم. نوربانو دخترم چه حال داری؟ چرا رویت را گرداندی دخترم؟ با من گپ زن آخر. یگان جای درد نمی کند. خوب هستی؟ خوش آمده. شب بخیر، خوش باشید. چخیر؟ خوش باشید میگویم. با من اتاق لازم. چخیلی اتاق؟ اتاقی عادی. دیوار داشته باشد، حمام داشته باشد. جناب من آن رو نمیپرسم. چخیل اتاق میخواهید؟ یک نفره میخواهید؟ جفت میخواهید؟ همین رو میپرسم. در اصل اونقدر مهم نیست. مهم در نزد اتاق تقایم باشد. تقایت همینجا میایستد؟ بله. رقم اتاقش 1205 بود یا این که 1300 بود. با خدا چند بود نمیدونم. نامشون؟ کوبیلان شهید. یک لحظه میبینم. رقم 1405 بوده است. کمتر خطا کردم، نه اونقدر زیاد. خیلی فراموش کردی. نباشد به شما رقم 1406 رو میدهیم. عالی جناب. تشکر میگویم. سلامت باشید. اپا دادم با تو گفته ایستاده است مگر نمیشنوی؟ البته میشنوم. نباشد چرا جواب نمیدهی؟ برای اون که او رو نمیخواهم. ای دادا، با شما چند مرتبه گفته بودم که شما رو دیدن نمیخواهم. چرا اینقدر یک روی میکنید؟ چرا تو حال به اینجا میآید؟ مگر نمیفهمید که با شما واخوردن نمیخواهم؟ برایم نمی‌نگری. من تو را نمیفهمم. گپ زن آخر. نباشد چرا میآید دادا؟ چرا برای دیدن من اینقدر یک روی میکنید؟ مگر من میخواهم که در پیش این مرد و این زن از دخترم سخنهای دردناک شنوم. تو دختری من هستی. چی که باشد دخترم هستی. تو را نبینم و سخنی نگویم و خود نمی آیم. اکنون میفهمی؟ ناوابست از رد کردنت باز برای دیدن تو می آیم. آخر تو دختری من هستی. ممدو مگر تو نمرده بودی؟ آرام باش پیکاس. این آدم در اینجا چیکار میکند؟ من هم همین را پرسیدنیم. او دیگر ممدوح نیست، نامش برات. با تو درباره آدم‌های آنجا گفته بودم. حالا انجام و بامبه آخرینم. اکنون اوباماست. خب اما این آدم را چگونه باور میکنیم؟ او نجیب را در پیش چشمان من پراند. راست میگویی؟ البته پیکاس، البته. از من شبه کنید و از برات اصلا شبه نکنید. نوبتی تو شد. این چه احوال است؟
ممکن طرفدارانت غوغا برداشتند؟ لحظه های بود که به خود گفتم زمین کفد و من درونش درایم. تو گناهی نداری. این یک تهمت بود. فهمیدن میخواهم که آن را آماده کرده است. کی میشد؟ یگیت این بازی را آماده کرده است. یگیت! قسم میخورم که این شرمندگی کردن را پرداخت میکنی. سردارم، خواطر نشوید. این افلاسی را تازه میکنم وقتی که راهبری حزب شوم. البته پیکاس، راهبری حزب میشوی. این مردم چی شرمندگی ها را دید. تو گیله نکن پیکاس. این مردم چون ماهی حافظه دارد. شرمندگی تو را نیز فراموش میکند. در میدان 2-3 کار میکنیم فراموش میشود، اما برای این کمی به وقت احتیاج داریم. سردارم چی گفتنی هستید؟ از حمله یگیت بیخبر ماندیم و این نقشه‌ای که در انتخابات 2011 داشتیم برباد داد، زیرا تا انتخابات وقت کم مانده است. چه می شود؟ شما خود گفتید حافظه مردم چون ماهی است. پگاه بمبئی میتر کنیم حادثه من فراموش می شود. راست، اما کار به مثل پیشینه نیست. کم هم باشد وسایت اخبار است، حافظه را تازه می کند. اگر آنها احوالات را موضوع بکنند ما باز هم کفی دستمان را بوسه می کنیم. برای همین تو را در بیرون نگاه می داریم و استراتژی نو را پیش می بریم. مجبوریم که تو را کمی در کنار بگیریم. یگیت، همه این نقشه ها را برباد دادی. یگیت، تو را میکشم. نجیب سردار، همه مخبر را بیند. خبرهایی که بهت میدیم آن وقت نشون میدید و یا معلوم نیست، یا اینکه ما را با سلاح پیش میکنند، یا اینکه تشکین بچم. نه ترس تو کارت را دوام ده. فراموش مکن که تو اول مخبر پس آن راننده تاکسی. خیر بس بودگیست اینقدر بازی ها. اینجا رو به سینما تبدیل دادی. شد خیر خوش بکن. شب بخیر. مایلش نوربانو، برایم نگاه نکن، با من گپ نزن. لیکن حتما این قهرت آخر مییابد. وقتش میآید که من رو میفهمی. من باشم با امیدی باز هم دیدار تا چند مدتی از حیاتت دور میشوم. برای آن روزی که یکدیگر رو میفهمیم هر روز دعا میکنم. فراموش نکن که پدری داری که هر روز برای دعای خیر میکند، هرچند که من رو دیدن نخواهی. اپا بیا تو هم یوان چیز بگو. رفتی دادا ایست نرا بگو. چی صدای بگو که دادا ایست. ما رو از اینجا ببر. الپرین تو کوردور نشو گفتم. یک طرفیست. دادا زیق نشوید دادا. او هم شما رو فراموش نکرده است. کمی سرش گرنگ است، قهرالود است، وگرنه او هم شما رو دوست می‌دارد دادا. میدانم بچم، تنها صبر میکنیم. تو درسایت را خوب کن، تو اینها رو فکر نکن. خدا خواهد همش حل میشود. فراموش نکن. دادا در این خانه کارهای عجیبی میشوند. شما رو از هر یک حادثه خبردار میکنم. شد، من از تو خبر انتظار میشم.
lekin ehtiyot kun. Maylash. خب برای سردار هیچ تعیین کردن یگان نفر را فکر دارید؟ طبیعت خالگی را نمیپذیرد پیکاس. در فکرم نفری هست. ها کی بود است این شخصی با طاله؟ نفری می باشد که ما او را همه ساله به حج عمره روان میکنیم. شهرهای زمانوی میدهد، با فکرهای میلادگرایی پیش میدراید، با آسانی قبولش خواهد. والله که لجام پیکاس رو کشیده ایستادند. سردارم باور کنید همه این حادثه ها را برطرف میکنم. التماس به من امتیاز دید. اجازت نمیدهم که به شانم بازی کنند. تنها به وقت احتیاج دارم. تو این کارها را خوب میدانی پیکاس. دعوا شخصیت پرستی نیست. تو این کار را نکن. به فکرم فراموش کردی که در این راه داهیانی نزدیکمان را فدا کردیم. تا انتخابات وقتی کم مانده است. وقتی زیاد نداریم. باید نتیجه بگیریم. از من به کلی دست میکشید؟ این مسئله کشال یافت پیکاس. از تو دست نمیکشیم. آرامیت را میخواهیم. و مثلی که به یک مدت کوتاه بازیگر را عوض میکنیم. سیر و گشت کن، هوا بخور، آرام شو پیکاس. خیلی که خواهد همان خیل باشد. اکنون ما را اجازه ده. نقشه های 2011 را از جای مانده امان دوام میدهیم. میدونید وقتی زیادتی نداریم. وای اوچم، وای اکه یکیت رو ببین با یک حمله خورد چایش خوری پیکاس را پر کرده است. این پیکاسی کلان به مثل مویه در کنج آب ماند. آفرین آفرین به اکه یکیت، آفرین. اکنون سر کارمون میشه. میمدو کنی تو بگو اینقدر جای بسیار رو تو چرا زندان را انتخاب کردی؟ برای آنکه اولین ضربه آغاز کننده خونین سال 2011 بر حکومت می شود. چه خیل؟ کمی شهر ده؟ سردارم همین کار را دیگر گروه می کند. بدید بانگاه ها حمله می کنند و مرکزهای محلی و بیمارخانه و مکتب ها در همه جا بیرقها را می آویزند. این عمل حکومت را بی قوت و بیچاره نشان می دهد. تسلیم حکومت را بر ترور نشان می دهد. ضبط زندان با این کار نمک و تندیزه می کند. اگر زندان را ضبط کنیم با یک ترس فاختک می زنیم. فاختک ها را شرح بده. با خبر شهیدان حس جوانان را باز در حرکت می دراریم. زندانیان گروه های تروریستی را سلاح داده برای عملیات تازه استفاده میبریم. جنایتکاران را برای جنایت آزاد میکنیم. خلق را از جان بیزار میکنیم. بسیار خوب. حکومت کوچه را نظارت میکند. اعتراضگران در کوچه ها راه میگردند. نمایشگاه ها، محله ها، عملیات های با شدت. در داخل یک سود تشکیل میکنیم و آن نفرانی که مانع های کارمان شده است حکم میکنیم. با همین طریق مشق کاری سودی را از سر میگذرانیم. تبدلات کردن حتمی میشود. برای کردهشان میگریزند و برای پنهان شدنشان نمیگذارند که بهانه یابند. یگانه راه تبدلات میشود. چی؟ مطمئنی؟ بله سردارم. چی شده است؟ دستگاه ها نشانه گرفتن. از این نزدیکی ها ما را گوش کرده ایستادن. در حال یا بدان ها را هر کجا که نباشند. اطاعت سردار. چی شد؟
چرا نمیشنو؟ چرا آوازشون خاموش شد؟ هیچ گم نیست، من شنیدم. باید سردار شنود. الو نجیب سردار، این من تشکین. گوش کن تشکین، حالا وقتی تو رو گوش کردن ندارم. سردارم، من مواد دارم که باید به شما نقل کنم. کدام خبر تو مهم نیست. کی میداند باز چه خبری داری؟ تا که تو مرا تعقیب میکنی. فهمو سردارم، در حال دیده میبرایم. سردار گوش کن مرا. ارکن کندو با گروهی تروریستی به زندان حمله میکنند. تشکین، از گفته‌های چیزی نفهمیدم. کی کجا را میگیرد؟ التماس خوشروی آدموار گپ زن. سردارم، همین را گفتنی هستم که اکنون در آن دنیا به حضور گپ میزنی. الو تشکین، الو. اون شخص رو یافتم سردارم، از نزد اتاقمون. قواش تمام شد مگر؟ همین کس بوده است. چی شد؟ مگر معقول نشد؟ چیکار کنیم این رو؟ این کس رو به انبار برید. از بالای افت اندامش کار کردن در کار. آقا مرا ندرست فهمیدید. من یک راننده تاکسی ام. برای چی شما را گوش میکنم؟ من هم باور کردم. من پرنده ها را گوش میکنم. تنها گوش میکنم از دوری راه های سفرشون را. تو را به آن دنیا روانه کرده خاموش است. تو کی هستی؟ از کجایی؟ برای چی در اینجا ما را گوش کرده ایستادی؟ مثل بلبل خان شاید جانت را بخشم. اگر خواهید حاضر کنم. چیک 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 خیلی مثل بلبل شد. خواطر نشو. قوای برق رو که خوردی با بلبل مانند میگردی. قوای برق میخورم؟ جیک جیک. خوش نامدین. این بلبل رو برید از اینجا. چند ساعت شد شیری از مادرم خورده را از بینیم برآوردی. کسی روان نکرد میگویم. چرا باور نمیکنی؟ گوش کن، برایم نگاه کن. برایم نفری تو رو روان کرد. اکا نمیگویم. من تنها با اشارت به همین جا آمدم. چه خیلی اشارت؟ کی؟ من اکثر وقت اشارت را از بالا میگیرم. تو با من مسخره بازی داری؟ تو مسخره بازی داری؟ تو رو میکشم. کشتنی باشی بکش. من راست میگویم. اینجا بوغل کرده میکشمت. یا اینکه آدم بر این گم بزنی یا اینکه مرده میروی. بچه ها، از امروز سر کرده به پنهان شدن و خود را محافظت کردن حاجت نیست. به حکومت روی راست حمله میکنیم. برادری تمام خلق را به آخر میرسانیم و تمام اداره های حکومت را آهسته آهسته اشغال میکنیم. فرصت فرا رسید. البته که دولت قاتلان مغلوب بگردد. حمله را اول از زندان ها سر میکنیم. آزادی گروه های پنهانی را دوباره تشکیل میکنیم. از دولت جوابش را طلب میکنیم. پرچم خود را در بالای زندان بلند میبرداریم. آماده، سلاحان تیارند. البته که دولت قاتلان مغلوب بگردد. در زندان سود تبادلات و خلق را تشکیل میکنیم و مدیر زندان را در همانجا به مرگ حکم میکنیم، به دار میوزیم.
به تمام جهان نشان میدیم. اینها بیهوده کوشش میکنند. اون بیرق در آنجا آویزان نمیشود. آویزان شود هم در یعنی بگو در کجا آویزان میکنند؟ تمام سخن را در همه جا نمیگویند. فهمید خودتان. برات وقتی رفتن همان شد. براه میبرایم. ما که رفتیم با این کس معامله کنیم. چیکار کنیم؟ با سرش پرانید و گورش کنید. التماس مرا نکشید. سری نیست که من ندانم. یک جا کار میکنیم. پسی پرده های همه جنایت ها رو میدانم. من هم میدانم که پسی پرده های جنایت کی ها میباشند. میدانی؟ کی کرده است؟ کنی بگو؟ ما کردیم. لیکن من بیشرف مردن نمیخوام. التماس مرا نکشید. مرا با شرف هم بکشید. بیایید بچه ها برویم. همه با ماشین ها. واتاز تو با بچه ها وارد زندان شو. من از بیرون فعالیت رو میبرم. مایلش. ای قاتلان بیشرف، مرا گوش کنید. هدفهایتان عملی نمیشود. بیهوده خون نریزانید. مرا گوش کنید. هرگز پرچم آویزان نمی کنید. من بوی قاتلان بیشرف را حس میکنم. به همه شما صدا میکنم. من از خودم سخن نمیگویم، از غیب میشنوم. این دیوانه چی ها میگوید؟ شما نقشه داشته باشید، خدا هم دارد. من میبودم سخت میترسیدم، شما هم ترسید. پرچم بر گردنتان میبندند. حاضر وقتی نداریم که با این احمق صرف کنیم. خب رفتیم. همین خیلی شما سردارم. بفرمایید سردارم. خبرهای بد رسیدند. تشکیل هم با من نیستی شب زنگ زد. یک تلفن خاموش شد. نیازی به تو زنگ نزد است. نه زنگ نزد سردارم. یکیت به تو چی؟ نه زنگ نزده است. برای چی پرسیدید؟ نمیدانم باز چین کرده گپ زد. مرا گوش کن گفت و یک تلفنش خاموش شد. نمیدانم چی گفتم میخواست. سردارم تشکیل را یک طرف مانیم. خبرهای رسیده چندان خوب نیستند. خدا خیر بخیر است. سردارم گروه های تروریستی از چهارچوبه های خود تماما بیرونتر برآمدند. این گروه های ارتجاعی و اغوا انگیز پرچم هایشان را در اداره های دولتی می آویزند. هدفشان حکومت را عاجز نشان داده در دل مردم هوای ترس انداختن است. آوازه کرده می خواهند دولت را به ترور تسلیم کنند. همزمان با همین راه سازمان جیچکه را همچون دولت معنی داد کرده فعالیت خودشان را می سنجند و حتی دولت اعلان کردنشان هم ممکن است. اکا در حال تلویزیون رو بودید؟ خیری آتیف زودتر درگیران. حالا برای خبرهای تازه روزنامه‌نگارانمان را پیوست میکنیم. بله کمی پیشتر خبری داغی روز به تمام کشور پهن شد. چه خبر خیری؟ چه خبر؟ اکا خدا دیده ایستاده ای. تقریبا 1 ساعت پیش گروه تروریستی به یکی از بناهای حکومتی با سلاح حمله کرده اشغالش نموده است. قوه‌های نظامی مداخله کردند و مخالف هم تیرخوانی کردند و همین طور تیرپرانی را آغاز کردند. تلفات جانی و یا زخمیان هستند؟ حالا شماره‌شان را نمیدانیم، لیکن تخمین می‌رود که مرده و زخمیان خیلی زیادند. سوال آخرین، هجوم کننده ها کیایند؟ طبق معلوماتی که در دست داریم حالا کوشش دارند که پرچم ترکیه را پایان نموده پرچم جیجک را آویزند. گفته می شود که با این راه خود را در منطقه صاحب استقلال اعلان می کنند. اما خبرهایی هست که قوه‌های نظامی مانع هدفشان شدند. این بود یک چند خبرهایی که تا این دم آماده کردیم. تشکر. برای خبرهای تازه باز با شما می پیوندیم.
آقا این سیلو چند تیر میگیرد؟ 14 یا 16. ای تا هم بسیار گم میزنی. وقتی مردن رسیده است. دعای آخران را بکن. آقا تا تمام کردنم بیست. چرا؟ دعای آخرینم رو معلوم است که از من دراز میکشد. زودتر باش. با آخر رساندی. صبر کن تمام میشود. آفرین سخن آخرین داری؟ دارم. چی بود است؟ با دوست و شاهد سلام روان میکنی. جیک تو خودت را ایجاد بکن میگویم. تو یگان مراتب فیلم جنگی تماشا نکرده ای؟ حاضر من چی کار میکنم؟ آرام باش آرام. خود دست بگیر. آنها بر وقت حرکت کردند. انشالله این عملشان را به تمام کشور پهن کرده نمیتوانند. خدا نشان ندهد وگرنه مردم بدخواه یک دیگر میگردند و کشتار زیاد میشود. در حال تمام قماندانهای منطقه را باید تکرارا آگاه نمایید. مقدار محافظان بناها را زیاد گردانید. فهم آقای مسر. این خبر از مرکزهای مهمی خلیدیه رسیده است. یک گروه سلاحداران به حکومت حمله کرده است میگویند. قوه‌های مخصوص در حال مداخله کردند. اگر مداخله نمیکردند به‌حیا و پرچم را پایان می‌کردند. از همه مهم شهرهای کلان است. اگر به این شهرها حرکت کنند و اگر بیرق‌هایشان را آویزان کنند محو میشویم. محو. خدا نگاه دارد. ما هم انتظار نشویم و باید آماده باشیم. کجا شده کین زند؟ با من در حال تلفنت را ده. این خیل باشد گناه از من رفت. چی کار کردی دیوانه؟ مرا پراندی. اگر نمیخوایی پای دیگرت را میپرانم. تلفنت را برار. شد نپرا. رقم تلفن سردار شما بود. بیادار تشکیم بیادار. ما به هدف نزدیک میشویم. کنه شما را یک بینیم سوزانید و نست کنید و بیرق را آویزان کنید. همراه ما تمام دنیا ببیند. تمام دنیا؟ چی خیل؟ کیامینیک اخبار عامه بین المللی را خبر داد. همه دنبال خبری بزرگ. نه تنها کشور بلکه دنیا در جنبش می شود. سردار تلفنت رو بردار زودتر. نجیب الماس. سردارم منم تشکین. باز در کجا لبریز شده ایستاده ای؟ دادر جان خودت غوطیده ای بسنده نیست؟ باز مرا به خود میکشی، زنگ میزنی و چیزی نگوته خاموش میکنی. ما رو مشغول مکن، ما کارو مشغولیت داریم آخر. سردارم مرا گوش کن. آدم ها در مرکز شهر بیرقشون رو میآویزن. احتیاط کنه. تو چی میگویی؟ در کجا؟ کی چی میآویزن؟ تشکین در کجا میآویزن؟ اگر دانی در حال قبضن. به زمین گفتم. زود باشد به زمین. زودتر با من مدیر رو پیدا کنید. با دقت نفرانی که مراق دارند همه گوشهایش رو گشاید و مرا خوب گوش کنند.
دولت صاحب استقلال کرد هستیم. ما این زندانیان را به نام دولت کردستان آزاد میکنیم.